شما اگر به عنوان یک شخصی که باید این قوانین رو بشناسید و بهش عمل بکنید اینا رو ندونید، به هیچ عنوان قانون شما رو مالک ملکتون نمیشناسه و حتی ممکنه اگر معارض یا مدعی در خصوص ملک شما به وجود بیاد، قانون از شما حمایت نکنه. به عنوان یک وکیل دادگستری میخوام بهتون بگم که قانون مربوط به معاملات املاک از اول خرداد ماه 1405 تغییراتی رو داشته که شما اگر به عنوان یک شخصی که باید این قوانین رو بشناسید و بهش عمل بکنید اینا رو ندونید و عملکردتون نسبت به این قوانین درست تنظیم نشده باشه، به هیچ عنوان قانون شما رو مالک ملکتون نمیشناسه و حتی ممکنه اگر معارض یا مدعی در خصوص ملک شما به وجود بیاد، قانون از شما حمایت نکنه و حمایتش رو از روی شما برداره. به همین دلیل باید بدونین که دقیقاً باید چه راهکارهایی رو پیش ببریم و چه کارهایی رو قانون از شما خواسته که انجام بدین. ببینید دو دست افرادی که یک صرف داشتن یک مبایعه‌نامه عادی مالک ملکی هستند، حتما باید در سامانه ساغر ثبت نام بکنن و مدارکشون رو در اون سامانه بارگذاری بکنن و تقاضای صدور سند رسمی برای خودشون داشته باشن. و دسته دوم افرادی هستن که املاکی رو خریداری کردن که از سال 1396 تا سال 1405 برای اون املاک سند صادر شده و سندشون سبز رنگه. برای این دسته از افراد هم قانون ضمانت اجرا گذاشته و گفته حتما باید در سامانه ساغر ثبت نام بکنید. حواستون باشه اگر در فرجه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده که در سامانه ساغر مدارک خودتون رو بارگذاری بکنید، این دو دسته افرادی که پیشتر بهش اشاره کردم، اگر در این فرجه مشخص مدارک خودشون رو در سامانه ساغر بارگذاری نکنن و طبق قانون به اون چیزهایی که قانون بهشون گفته عمل نکنن و ندونن باید چی کار بکنن، قانون دیگه اونا رو مالک ملک نمیشناسه. به عنوان مالک اون ملک در ثبت اسناد شما شناسایی نمیشین دیگه و در واقع اگر مالک ملک با معارضی به چالشی بخوره یا شخصی بیاد ادعای مالکیت در خصوص ملک شما بکنه و در واقع اگر شما بخوان یک دادخواست حقوقی یا دعوای حقوقی رو مطرح بکنین، اصلا قانون به دعوای شما رسیدگی نمیکنه، دعوای شما رو نمیشنوه و به اصطلاح عدم استماع دعوا و یا قرار رد دعوا صادر میکنه و دعوای شما رسیدگی نمیشه، چون قانون شما رو به عنوان مالک اون ملک نمیشناسه. پس از حقوق خودتون مطلع باشین و حتما با یک وکیل دادگستری متخصص در این امر برای رسیدن به حق خودتون مشورت کنین تا ضرر نکنین. روزتون بخیر.